سلام به دوستای هنرمندم، امیدوارم حالتون عالی باشه. آموزش این ویدیو با موضوع گل و تکنیک رنگ روغن هستش. چند روز پیش دنبال یک مدل زیبا واسه آموزش این نقاشی بودم که این عکس چشمم رو گرفت که بتونم به زیباترین حالت ممکن اجراش کنم و امیدوارم برای علاقه‌مندان به رنگ و روغن جذاب باشه و بتونید با قلم خودتون خلقش کنید. پالت رنگ ها داخل تصویر هستن و ترکیب رنگ ها در هر مرحله رو میتونید ببینید. من دفتر بوم مدل پیشگام رو انتخاب کردم که نیاز به زیرسازی نداشته باشه و به نظرم کیفیت خوبی هم داره. اگر روی بوم اجرا میکنید قبل از شروع یک لایه جسو و بعد از خشک شدن یک لایه رنگ سفید با مقدار کمی لیکوین اضافه کنید که به زودتر خشک شدنش کمک کنه. برای رنگ گذاری همونطور که میبینید از قسمت تیره شروع به کار کردم که معمولا در این تکنیک برای لایه اول از قسمت تیرگی ها شروع میشه و از روغن بزرگ برای راحت حرکت کردن رنگ ها روی بوم استفاده کنید. با ترکیب رنگ های رد دیپ و برت آمبر برای گلبرگ های تیره و در ادامه از اصلی ترین رنگ هایی که استفاده کردم رد دیپ هیو و کادمیوم رد هیو هستش که برای روشن کردن این رنگ ها مقداری سفید و در بعضی از قسمت ها زرد رو اضافه کردم.
برای پس زمینه از 3 رنگ سفید، اکسیداف و اولترامارین و در قسمت تیرگی سفید رو حذف کنید و رنگ برت آمبر رو به آبی و سبزتون اضافه کنید. آموزش این نقاشی در 2 پارت هستش و در ویدئوی بعدی مراحل تکمیل نقاشی رو حتما ببینید.